درود، خوش اومدید به کانال خودتون. امیدوارم حالتون خوب باشه. چه خبرها، چیکار میکنید؟ امروز اومدیم ریاکشن بریم به یه ترک از ردیف رنگ بنفش آلبوم یین یانگ امیر تتلو. لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید زیر پست و اینکه بنده رو حمایت کنید. هر نفر این ویدیو رو میبینه به دوستش بفرسته، به یه نفر بفرسته، اون یه نفر میشه دوتا میشه 4 تا، همینجوری میره بالا. این خودش بیشترین حمایته. و اینکه زیاد صحبت نکنیم، بریم و بیایم. خب از کاور موزیک شروع میکنیم که امیر تتلو چشام فقط زومه رو تو، دم چی خشکارم زدم. رنگ بنفشم که تلفیقی از قرمز و آبیه، یعنی خودش سردی و گرمی، که این خودش یه نوع یین یانگی که به اسم آلبوم هم میخوره. چشم امیر تتلو رو میبینیم در وسط آینه شکسته که حالا میشه گفت از دل شکستگیش میاد، از حال هوای این روزاش و روزای خوب و انرژی مثبت براش میفرستم. بریم که داشته باشیم. موزیک هم 6 و 6 دقیقه است، عدد روند. ببینیم آقای تتلو چه کرده. 3 2 1. چشم فقط زومه رو تو چشات فقط دنبال من. غیر از این باشه اصلا، غیر از این رو ولش کن، غیر از این نمیشه که باشه. چشام زومه رو تو، اصلا غیر از این باشه، غیر از این رو ولش کن. لیریکس ملودی امیر تتلو، امیر دیوا، انرژی میکس مستر، پیانو مشتبه اسدپور، ویولون کمانچی کستا خلیبه، درامز سینا پرتوبی، بیس مصطفی زنده دلان، تار رامین سکوتی، کاورات ویزیولایزر هم که دمیچی و خیشکار. ادامش بذار پشت سر بمونن همه روزای بد، دیگه بر نگرد عقب که ما رو از تو پاره کردین روزگار. فاز موزیک انگار یه حالت شرقی و ترکیه‌ای داره. خوبو بسازش تو برام که من از زمین بریدم، منو تنها ول نکن، کار من زانو زدم همینطوریشم، همینطوریشم. میدونی هر جا چه با درامی اومد بالا، درام همینطوریشم، همینطوریشم. میدونی هر جایی باشم چشام فقط زومه رو تو هم فقط منو داری. اگه درست ببینی روبرو تو. این کورس موزیکه، چقدر قشنگ میگه. یه باری دوش کنیم. میدونی هر جایی باشم چشام فقط زومه رو تو هم فقط منو داری. اگه درست ببینی روبرو تو. میدونی هر جایی باشم چشام فقط زومه رو تو هم فقط منو داری. اگه درست ببینی روبرو تو. وقتی شما درست بپوشی و درست قدشی از همه، منم چشام درست زوم میشه. اینو 1000 بار گفتم.
یه لحظه رفتم تو ویولون کمانچه چی زد آقای کسرا خلیبر. روبرو تو وقتی شما درست بپوشی و درست قدشی از همه، منم چشام درست زوم میشه. اینو 1000 بار گفتم. میگه درست بپوش، وجب حیا داشته باش، هیزبازی در نیار، یا منم صدم، یعنی سرتو بذار برای من که منم صدمو بذارم برات. جمله های کلیدی قشنگی گفت. منم چشام درست زوم میشه. اینو 1000 بار گفتم. اینا به هم وصلم، به پیر، به پیغمبر، به طبیعت قسم که این بازی زرنگ بازی بر نمیداره. اگه واقعا یکی رو میخوای باید واقعا بی خیال همش شی. اگه واقعا یکی رو میخوای بله باید واقعا بی خیال بقیه شی. چرا قشنگ گفت. میگه بابا یه نفر رو میخوای همون متحد باش به همون یه نفر. اگه واقعا یکی میخوای باید بیخیال همه بشی. تو خودتو باید خلوت کنی از آدمای شلوغ دورت که بتونی بر اون آدم سرتو بذاری. ناخودآگاه که بخوای شلوغ بازی در بری، وقت برای نفری که باش تو رابطه‌ای و متحدی بهش کم میاد. و الان باب شده که همه اضافه کار شدن، هیچ کس متحد بودن دوست نداره. اسمش هم میذارن که ما لارجیم، ما اون جاسپرند ماست، اون بسپرند ماست، اون نمیدونم داداشیمونه، خواهریمونه، دوست معمولیم. یه نفر که میخواد بیاد تو زندگی تو باید انقدر دورتو خلوت بکنی که اون آدم که اومد تشنج رفتار از رفتارهای آدمای دورت و شلوغی تو نگیره. یعنی اون آدم میاد وارد رابطه با تو میشه، باید بجنگی با آدمای دورت که تو اونو ببینی، در صورتی که تو باید دورتو خلوت میکردی که اون آدم اومد تو زندگیت، رابطه درست پیش بره. مشکل نصف رابطه هم همینه، خودمونو شلوغ میکنیم، کسی هم که بخواد وارد زندگیمون بشه سادیسم ذهنی میگیره، سادیسم روانی میگیره، بحث میشه، جدل میشه. بالاخره نمیشه که هم اینوری همه رو بخوای از این برم یه نفر دیگر رو بخوای، نمیشه دیگه. زیاد طولانی نکنم صحبتامون رو، بریم ادامه‌اش. به همین سادگی عاشقت شدم، به همین. این گام میم ته جمله شد خیلی قشنگ این کار انجام میدم. به همین سادگی عاشقت شدم. موزیک هم عاشقانه است، هم دفه، هم یه حالت دیسلاو داره و یکم حالمون رو دیگرگون میکنه. هم که امیر جان و تتلو تو این بعض اوضاعه. واقعا انرژی مثبت میخوام براش، واقعا میخوام دور از همه حواشی اصلا یه نیم نگاهی بهش داریم که آقا یه روز خبری بس ببینیم چی شد. ولی خیلی داریم درگیر حواشی میشه. آ اینجوری شد، آ اینجوری شد، آ انتقال داده شد به اون زندان، آ رفت اینجا، آ اونجوری شد، آ با وکیلش حرف زدن. تا خودش نیاد جلوی دوربین، صدایی ازش نیاد، شما و یک آدم مطمئن که از سمت اونه این حرفا رو نزنه، شما باور نکنه. خیلی برای ویو خیلی چیزا میگن، خیلی حرفا میزنن. امروز یه دونه ویدیو با پوریا پوتک و سعید گنجی تو کانالش میدیدم که سعید گنجی حرف خوبی زد. میگه میری تو پیج فروش شورت و سوتین، این پیج اینستا، کاور ویدیو رو توی صفحه پیج مثلا زده امیر تتلو، بعد میری تو مثلا فقط کاورش بوده برای دیده شدن که تو اون ویدیو رو کلیک کنی. واقعا بعضی چجوری پول در میارن نمیدونم. به همین خوشمزگی آره شدم جرواجرت. ببین چقدر مهم شدی که من همش شب تا صبح، صبح تا شب نشستم بنوشتن شعر راجبت. منم چشام
زوم رو تو و کاری کردم بکنن چشما ولت. میگه چشام زوم رو تو، نه تنها چشام زوم رو تو بلکه یه کاری کردم چشایی که زوم بودن رو تو، یعنی اون غیرته رو داشتم رو که یه کاری کردم بقیه دید نداشته باشم، به هیزبازی رو در نیارم. آره چشام زوم فقط رو تو کاری کردم بکنن چشما ولت. میدونی هر جایی باشم چشام فقط زوم رو تو هم فقط منو داری. اگه درست ببینی روبرو تو، میدونی هر جایی باشم چشام فقط زوم رو تو هم فقط منو داری. اگه درست ببینی روبرو تو، درست که ببینی روبرو تو، درست که نگاه کنی میبینی همه چی دروغه و حتی ساعتی اسباب بازی بیشتر نیست. و اگه غیر از این بود باید باتریشو در می آوردی جهان وای میستاد دیگه. درسته؟ چه حرف خوبی زد. خودمون رو محدود میگه نکنیم به اون ساعت رو دیوار. اون ساعتی که رو دیوار داره زمان عمر تو نشون میده، خودت باتریشو انداختی. میگه باتری اون ساعت رو در بیار که از اون محدودیت زمان از بره تو ذهنت، یعنی در لحظه زندگی کنی. این حرف قشنگی زد. پس ببین این با یه باتری فهم میچرخه که تو فکر کنی هرچی بیشتر میچرخه تو هم بیشتر پیر میشی. به همین سادگی، در صورتی که تو زمانی پیر میشی که خودت و آدمای دورت به تلقین کنن و منتظرش باشن و باشی، چون میدونی انتظار از عشق قوی تره. ف بگی فامیل میسازم، ق بگی میشم قرم ساق. من گفتم تا تم میخواد همونجوری حالت پاپگونه و دب بره جلو. یه دفعه یه حالت رپ لشی آورد توش مثل ترک اغرب. چون میدونی انتظار از عشق قوی تره. ف بگی فامیل میسازم، ق بگی میشم قرم ساق. انقدر وحشی دورم هست که بشکونن جلوم ساق. ولی سلامتی عشق بذار با نور بشه قرق باق. من از تو بود تنهایی و یخ بیرون بود کلون داغ. قرق با خود کلون داغ. چه قافیه بندی داره. دایره المعارف تتلو خیلی کلمات داره کلا توی ذهنش برای شعر سازی. کلا امیر تتلو ملودی سرای نامبروانی، مثلا حرفی توش نیست. ولی انرژی بفرست تا بیا. صلح، سرمایه، پول، قیمت، کنسرت بزرگ فول، هیبت، سلامتی و شکوه، قسمت، همه از دم کوه غیرت. انقدر کامل مجموعه که نبود کشتی نوح. انقدر همه پشتم خانواده. میدونی هر جایی باشم چشم فقط زوم رو تو هم فقط منو داری. اگه درست ببینی روبرو تو، میدونی هر جایی باشم چشم فقط زوم رو تو هم فقط منو داری. اگه درست ببینی روبرو تو هم فقط منو داری. اگه درست ببینی روبرو تو. چجوری تمامش کرد با یه گام بلند. بریم بیایم خب مرسی که تا اینجا ریاکشن با ما بودید و مرسی بابت وقتی که گذاشتید. اینم ریاکشن امروز.
بازم میگم انرژی خوب و حال خوب میفرستم برای امیر تتلو و انشالله هرچی سریعتر مشکلات همه حل بشه. لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید زیر پست، نظراتتون رو بگید. گفتم ویدیو رو به دوستاتون به اشتراک بذارید، به یه نفر بفرسته، به دوتا. توی که دارین ویدیو نام کنی به یه نفر اشتراک بذار، اون نگاه میکنه به دوتا دیگه، دوتا میشه 4 تا، 2 2 4 4 8 8 همینجوری میره بالا و این خودش بیشترین حمایت. دیگه زیاد صحبت نکنیم، مواظب خودتون و خوبیاتون هم باشید. تا یه ریاکشن دیگر، خدا حافظ. Fearless.